نام خدا، سلام خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. من مهندس حامد خاطری هستم، مهندس شبکه و کارشناس فناوری اطلاعات. در خدمت شما هستم با دوره مفاهیم سخت افزار. برای دیدن فیلم‌های آموزشی بیشتر ما میتونید به وبسایت hamedkhateri.ir مراجعه کنید یا اینکه ما رو توی اینستاگرام فالو کنید و ویدیوهای ما رو توی آپارات و یوتیوب سابسکرایب کنید. خب دوستان، تو این جلسه آموزشی ما می‌خوایم بیشتر راجع به سی پی یو با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم که سی پی یو از چه چیزهایی تشکیل شده. در واقع دوستان ما تک تک قطعه‌های کامپیوتر رو با هم دیگه مورد بررسی قرار میدیم، اما بهتون گفتم مهمترین بخش قسمت کامپیوتر این بخش سی پی یو هستش. ببینید توی سی پی یو ما دو تا مفهوم داریم، یکی به اسم کور هستش، یکی هم به اسم ترد. اما این مفهوم‌ها چی هستن؟ سری اول سی پی یوهایی که وارد بازار شدن سی پی یوهای تک هسته‌ای بودن، یعنی از یه دونه هسته تشکیل شده بودن، مثل سی پی یوهای تقریبا سلرون از یه دونه هسته تشکیل شده، یعنی یه دونه سی پی یو بود که یه سری کارهای معمولی و روزمره رو واسه ما انجام میداد. مثلا مثل وبگردی، مثلا مثل اینکه بخوایم یه موزیک گوش بدیم، یا مثلا یه سری کارهای عادی روزمره رو واسه ما انجام میداد. اما خب ما احتیاج داشتیم که توی کامپیوتر یه سری کارهای بزرگتر انجام بدیم، یعنی بیشتر انجام بدیم. برای همین مهندسین آیتی اومدن سی پی یوهای دو هسته‌ای رو ساختن. دیدن که خب این دوتا هستن جوابگوی کار ما نیست، اومدن سی پی یوهای مثلا 4 هسته‌ای رو ساختن. در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم، یعنی این کلیپ رو برای شما ضبط میکنم، من فکر میکنم یه سی پی یو معمولی دوستان که یه کار خیلی معمولی بخواد برای ما انجام بده، کاری به سی پی یوهای گرون و سی پی یوهای سرور قدرتمند ندارم. و سی پی یوهای معمولی که کار معمولی واسه ما انجام بده، یه سی پی یوهای 8 هسته‌ای یا 12 هسته‌ای هستن، یعنی 12 تا دونه هسته داخل خودش داره که 12 تا کار رو واسه ما انجام میده. اما این 12 تا کار آیا جوابگوی کار ما هست؟ خب نه، ما شاید بخوایم خیلی بیشتر از 12 تا کار رو انجام بدیم. برای همین اومدن دوستان یه چیزی رو ساختن به اسم ترد. مفهوم ترد در واقع اینه که هر کدوم از این هسته های سی پی یو رو میاد به دو قسمت تقسیم میکنه که بهش میگن ترد. مثل عکسی که اینجا من برای شما آوردم، ببینید این یه سی پی یو 4 هسته‌ایه که از 8 تا دونه دوستان ترد تشکیل شده، یعنی هر کدوم از این کورها خودش از 2 تا بخش تشکیل شده که میتونه تقریبا 8 تا کار رو برای ما انجام بده. یه سی پی یو 4 هسته‌ای که هر کدوم از کورهاش، یعنی یه سی پی یو 4 هسته‌ای که هر کدوم از کورهاش که 4 تا کور داره میتونه 8 تا کار برای ما انجام بده. خب این 8 تا کار، یا مثلا اگه 12 هسته‌ای باشه میتونه 24 تا دونه کار واسه ما انجام بده. ولی آیا این 24 تا دونه کار واسه کاری که امروز ما با کامپیوتر میکنیم برای ما کافیه؟ یعنی کار ما رو اونجوری که دوست داریم انجام بده؟ نه، نمیتونه. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم دوستان. ببینید شما فرض بکنید که یه کامپیوتر گرفتید که میخواید هم باهاش طراحی سایت انجام بدید، هم لوگو طراحی بکنید، هم میخواید موزیک گوش بدید، یا حالا خیلی از کارهای دیگه. خب شما اگه مثلا قوی ترین سی پی یو که فرضاً 12 هسته‌ای باشه داشته باشید، 12 تا کارو میتونید انجام بدید. پس کارهای دیگر رو چطوری انجام میدید؟ اگه ما بخوایم که مثلا سی پی یوهای بیشتری اضافه کنیم، چند تا 12 کور کنار هم دیگه بذاریم، به نظر شما سی پی یو ما چی میخواد بشه؟ چه مقدار باید براش هزینه بکنیم؟ یا اصلا این سی پی یو ما به چه اندازه‌ای میخواد بشه؟ به اندازه یه ساختمان بزرگ، یه دونه برج بزرگ؟ خب برای حل این مشکل دوستان اومدن یه چیزی رو ساختن به اسم وقفه. من این وقفه رو برای شما توضیح بدم. ببینید فرض کنید یه نفر به ما مراجعه میکنه، میگه من میخوام برای من یک لوگو طراحی بکنی. یه نفر دیگه هم به ما مراجعه میکنه، میگه مثلا من میخوام یه وبسایتی رو برای من طراحی بکنی. خب همزمان به هر کدوم از اینا ما مثلا به نفر اول میگیم که کار شما مثلا 1 روز طول میکشه، به نفر دوم هم میگیم 1 روز طول میکشه. یعنی ما باید کار هر دوی اینا رو توی 1 روز تموم بکنیم. اما چطوری؟ با پدیده‌ای به اسم وقفه این کار رو میکنیم. مثلا توی وقفه دوستان ما میایم یه کار رو یه مقدار پیش میبریم، بعد نگهش میداریم، بعد میریم سراغ کار دوم، یک مقدار از کار دوم رو پیش میبریم، بعد که یک مقدار پیش رفت دوباره برمیگردیم سر کار بعدی، یعنی سر کار قبلی.
یک مقدار از این، یک مقدار از این، یک مقدار از این، تا این کار به اتمام برسه. اگه مثلا ما بیایم به این نفر اول بگیم که کار تو رو یک روز انجام میدیم و تمام وقتمون رو بذاریم واسه این، خب نمیتونیم کار نفر دوم رو انجام بدیم، پس یه جورایی بدقول میشیم. پس این وقفه‌ای که در واقع ساخته شده دوستان به ما این امکان رو میده که ما بتونیم که یه وقفه‌ای بین کارامون ایجاد کنیم. مثلا ما 1000 تا کار داریم، از هر کدومش یه مقداری انجام میدیم، دوباره برمیگردیم سر اولش. اما خیلی جالبه که دوستان توی کامپیوترهای امروزی شما هیچ وقت متوجه این وقفه نمیشید. یعنی شما کاری که دارید توی کامپیوتر انجام میدید همون لحظه میتونید چند تا کارو با هم دیگه انجام بدید، هیچ وقفه‌ای توی کارتون نمیفته. در واقع وقفه هست ولی شما اون رو نمیبینید. چرا؟ چون این محاسبات طوری طراحی شده، سی پی یو طوری اینها رو طراحی کرده که همه کارها رو انجام میده ولی بینشون وقفه میندازه. یه مقدار از این انجام میده، یه مقدار از اون، یه مقدار از اون یکی، یه مقدار از اون یکی. اما در پایان کارهایی که مثلا ما می‌خواستیم فرضاً به این قول یک روز رو دادیم توی یک روز تموم میکنه، به اینم قول یک روز رو دادیم اونم توی یک روز تموم میکنه. پس دوستان توجه داشته باشید که وقفه توی سیستم به شدت مهمه و باعث شده که امروزه ما بتونیم کارهای خیلی بزرگی توی سیستم انجام بدیم و کارهای خیلی بیشتری انجام بدیم. توی زمان قدیم سی پی یو یک کور بود، 2 کور اومد، 4 کور، 6 کور، 8 کور، 12 کور، ولی خب جوابگو نبود. اومدن ترید رو ساختن، باز ترید هم جوابگو نبود. اما از وقتی که مثلا این وقفه رو ساختن، خب خیلی از کارهای ما پیش رفت، خیلی از کارهای ما جلوتر رفت. پس تا اینجا دقت کنید دوستان، من کور رو بهتون گفتم، ترید رو گفتم، راجع به وقفه صحبت کردم. اما بریم سراغ کش دوستان. کش توی سیستم به چه معنیه؟ شما فرض بکنید دوستان ما یه سی پی یو داریم، مثلا کورای 5، یه دونه کش هم داریم توی سیستم که حالا راجع بهش صحبت میکنم براتون. یه حجمی داره مثلا 12 مگابایت، از یه رم مثلا 8 گیگی هم استفاده میکنیم. اولا من میام بهتون توضیح بدم که ببینید رم از خونه های خیلی کوچیکی تشکیل شده، مثل خونه اول، خونه دوم، خونه سوم، تا حالا هر چه تعدادی که داره. هر کدوم از این خونه ها یه مقدار حافظه موقت توی خودشون، یعنی یه مقدار حافظه دارن داخل خودشون. خب اگر سی پی یو ما بخواد یه اطلاعاتی رو ببینید، سی پی یو من اگه بخواد بیاد یه اطلاعاتی فرضاً از این خونه شماره 4 بگیره، خب هر سری که این اطلاعات رو میخواد هی باید درخواست بفرسته به اینجا، هی باید تون درخواست بفرسته به اینجا. خب این باعث میشه که این کار یه مقدار کند پیش میره. پس برای اینکه این کار رو بخوان درستش بکنن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن از کش توی سیستم استفاده کردن. کش یعنی چی؟ یعنی من این خونه شماره 4 رو که تون باهاش کار دارم، اطلاعاتش رو میایم میریزیم توی کش کامپیوتر، یعنی میایم میریزیم داخل اینجا. کش یه حافظه فرضاً 12 مگابایتی داره که این اطلاعات رو توی خودش نگه میداره. پس سی پی یو زمانی که میخواد اطلاعات بگیره از داخل رم، نمیاد توی خود رم، اول میاد کش رو بررسی میکنه. اگر داخل این نبود بعد میره سراغ خونه های بعدی، میاد خونه های بعدی رو میگرده تا اون اطلاعات رو پیدا کنه، دوباره به خودش برگردونه. کش توی سیستم دوستان خیلی چیز مهمیه. چرا؟ چون سرعت عملکرد ما رو میبره بالا. سی پی یو میخواد فرضاً تون خونه 4 رو فراخونی کنه، یه اطلاعاتی یه اطلاعات فرضاً مثل علیرضا مثلا داخل 4 یا حامد داخل اون خونه 4. اگه بخواد تون بره از رم بگیره، از 8 گیگابایت رم بگیره، خب این سرعتش رو خیلی کند میکنه دیگه. میاد این اطلاعات رو توی کش نگه میداره، تون میره به کش. کش قدرت بالاتری و سرعت پردازش بالاتری داره نسبت به اطلاعاتی که سی پی یو میخواد بگیره، بنابراین کارهای ما رو خیلی سریعتر جلو میبره و پیش میبره. کش توی سیستم خیلی مهمه دوستان. یه زمانی که بهتون میگن کش رو خالی بکنید، اگه دقت کنید توی سیستم ها یه سری فرضاً اطلاعات مثل مرورگر، اگه شما رمزتون رو روی سیستم ذخیره بکنید یا یه سایت پیش فرضی داشته باشید، اون در واقع توی کش سیستم شماست که شما مثلا میرید یک بار سرچ میکنید دیجی کالا سایت رو میارید، دفعه دوم میخواید بزنید دیجی کالا، به مثلا که دی و وای رو که میزنید خودش ادامه آدرس رو براتون میاره، میگه شما قبلا اینجا اومدید تو این سایت، اگر روش کلیک کنید مستقیم میره داخل اون سایت. زمان رو برای شما کمتر میکنه این کش. ما که ممکنه از رم 4 گیگابایت، 8 گیگابایت، 16، 32 یا اصلا بیشتر استفاده بکنیم. خب این رمی که داریم یه حافظه موقتی داره، اگه بخواد یه حافظه دائمی هم داشته باشه ممکنه از یه هارد فرضاً 500 گیگ، 1 ترابایت، 2 ترابایت یا شاید هم بیشتر استفاده بکنیم. خب سی پی یو اگه بخواد بره توی این همه اینا رو بگرده توی این اطلاعات، خب خیلی کند کارها پیش میره. برای همین اومدن از
کش توی سیستم ها استفاده کردن. کش باعث شد که سرعت کار سیستم ها به شدت بره بالا. برای جلسه امروز کافیه دوستان. سعی میکنم توی جلسه های بعدی راجع به قطعه های دیگه کامپیوتر باهاتون صحبت بکنم تا بتونیم بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم. برای دیدن فیلم های آموزشی بیشتر از من دوستان میتونید به وبسایت من به اسم hamedkhateri.ir مراجعه کنید، یا اینکه من رو توی اینستاگرام فالو کنید، یا اینکه فیلم های من رو توی آپارات یوتیوب سابسکرایب کنید.